یکی از اتفاقاتی که خب تو سال 2015 افتاد که خب به هر حال تمام اون دستگیری ها و اینا انجام شد که خب راجبش خیلی زیاد صحبت کردیم ما. ولی یک مسئله ای که بود، با وجودی که اوین رفتین، با وجودی که این همه هم خانواده تحت فشار بودن، هم خودت خب و آرش توی یه بدترین شرایط ممکن اونجا بودین و خب به هر حال توی حبس و از این حرفا، یک مسئله ای که بود که خب این رو نمیدونم باش آشنایی داری یا نه، مطمئنم شاید به گوشت رسیده، ولی خیلی ها توی ایران طبق معمول به همین فاز بودن که آها نه اینا یا مثلا خالی بستن یا خودشون از قصد یه کاری کردن که اینطوری شده و اینا، برای این که مثلا پناهندگی بگیرن و اینا. این خب میدونم شاید برای شما که توی اون شرایط بودین شاید اصلا شنیدن همچین چیزی خیلی سخت باشه، ولی خب طرز فکر خودت چی بود؟ به یه همچین طرز فکری شمایی که توی این پروسه بودین و رد شدین چی میگی؟ آره، به گوش ما هم رسید. خب یعنی چند تا دوست مشترک داشتیم من و آرش که اون موقع که اصلا ما اولش که چون وسایلمون همه رو گرفته بودن، یعنی نه کامپیوتری بود نه گوش موبایلی بود، اسکرین شات هایی رو نشون دادن که بعضیا از روی نمیدونم جز حسادت یا چون میدونی چجوریه، مثلا زمانی که شاید یه کسی میبینه یه شخصی به هر دلیلی داره یه توجهی رو میگیره، یه حالتیه که خب حالا ما باید بریم یه جوری اینو خونساش کنیم. یعنی خب خیلی دردناکه. یعنی تو فکر کن تو یه لحظه ای از زندگی هستی که اصلا حمایت هیچی، ولی انتظار نداری که کسی بیاد رو اون زخمه هم حالا فشار بده. بعد تو میدونی که اینا تو چه موقعیتی هستن. یعنی اه، اگه تو کوچه شما زندگی نمیکنن، تو خیابون، تو اون شهر، تو یک همون شهر، تو همون محدودیت، میدونن اصلا کجا دارن زندگی میکنن، میدونن چه اتفاقاتی واسه افرادی میفته که جمهوری اسلامی میاد سراغشون و چقدر میتونه همه چیز به یه شکلی بشه که زندگی تو تغییر بده یه شبه. و به نظرم اون لحظه فکر میکردن نه جمهوری اسلامی انقدر بد نیست، یعنی نمیتونه این کارو بکنه. و اینکه دیگه وقتی تو میبینی من کیه میگه که آدمی که خوابه رو میتونی بیدار کنی، آدمی که خودش رو به خواب زده رو نمیتونی بیدار کنی. و اون لحظه تا زمانی که ما تا چند وقت هیچ وسیله ارتباطی نداشتیم، بعدم که پس داده شد مثل گوشی موبایل مثل کامپیوتر همه چی پاک شده بود و بعد شروع کردیم اکانت ساختن اینستاگرام فلان اینا، بهترین چیزی که داشتیم این بودش که سکوت کنیم، چون در وهله اول خودمون رو در خطر مینداختیم. چون شما دارید در مورد یک پرونده قضایی حرف میزنی که بار حقوقی داره. یعنی تو نمیتونی راجع به یک پرونده ای که سیاسی امنیتیه در ملأ عام بیای استیتمنت بدی. و این یادت باشه این موضوع مال سال اگه اشتباه نکنم میلادیش 2000 چیزی که دارم میگم مثلا اون تایم دیگه شده بود 2016 اینا 2017 و ما تنها پرونده باز بوده. من تنها باری که صحبت کردم و متال اینجکشن بود، چون خیلی دوست داشتم ببینم وضعیت اون چیه. و اگر شما اون مصاحبه رو سرچ کنین، من در رابطه با وضعیت پرونده هیچ صحبتی نمی کنم، فقط اونقدر ریسک کردم که بگم اون روز چه اتفاقی افتاد زمان دستگیری. در رابطه با ما آدمایی که این صحبت رو کردن و خب خیلی هاشون یعنی چجوری بگم یه جورایی بولی کردن ما رو. یعنی یه نفر گفت، دومیه شیر کرد، سومیه اومد همون رو تکرار کرد و هیچ سندیتی نداشت حرفشون. سندیت من اینجا بودنمه، سندیت من اینجا بودنمه. چون زمانی که من اومدم اینجا از نظر حقوقی تو اویدنس داری، از نظر حقوقی تو باید اونا رو داشته باشی که بتونی اون کمک رو بگیری. پس اون افرادی که باید اون اسناد رو دیدن، یعنی اصلا اهمیتی دیگه به غیر اونا نداره. ولی حالا اینکه اون طرف اومد به این دلیل اینو گفت یا با ما حال نمی‌کردی یا با قیافه من خوشش نمیومد یا نمیدونم فلان چیز من باعث حسودی بود دیگه، اونا حقیقت زیاد اهمیت نداره. ولی تنها چیزی که یادم میاد از اون زمان این بودش که به درده اضافه کرد و دیگه تاثیر دیگه ای نداشت تو زندگی من. و حالا امیدوارم اون آدمانی که
در رابطه با ما اون حرفا رو زدم. و بله من حتی تو اون اسکرین شات ها حتی دیدم یکی آرزو میکرد. خیلی جالب مثلا صحبت سر این بودش که این اتفاق اصلا افتاده نیفتاده، به چه دلیل افتاده. یکی نوشته بودش که آره امیدوارم اینا حکم اعدام بدن اینا بمیرن بابا. چرا ببین چیکار کردیم مگه با تو؟ و دیگه همین مسخره بازی ها دیگه، یعنی دیگه ما زیاد آشنا نبودیم قبلش با این جریاناتی که تو سوشال میدیا میان. متاسفانه تو ایران هرچی میاد فرهنگش 100 سال بعد شاید وارد شه و این بودش که همه راجع به هم دیگه حرف میزنن و این کار و اینا. و حالا نوبت ما شده بود دیگه. ولی خب تو اون دوره زمانی، تو اون بره زمانی خیلی غم‌انگیز، واقعا خیلی غم‌انگیز بود و خب مسلما عصبیت میکنه دیگه، خشمگین‌ترت میکنه که اون طرف مثلا از ژاپن یا آمریکا یا هر جای دنیا داره میگه آقا امیدوارم اتفاقی نیفته، تو حداقل همین هم نمیگی دیگه، چیز نکن دیگه. حالا اینا رو دیگه لازم نیستش شما میخواد چیز کنی بعد این میخواد از ریاکشن بگیرم و توی چی نمیگی دوباره ادامه میدن. و دیگه ما خلاصه به خاطر وضعیتی هم که بود واقعا و خوشحالم که ریاکشنی هم ندادیم و یه سری آدمایی وارد این قضیه شدن که یه سری قصه‌های دیگه اصلا با ما داشتن و بدون که هیچی بدونن اومدن یه سری نظرات دادن که یه مقدار این قضیه رو بیشتر هم زد. ولی ما خیلی مشکلات به معنی واقعی مشکلاتی داشتیم تو زندگی که و با اونا دست و پنجه نرم می‌کردیم. نه اینکه حالا یکی از یه جایی خواهد یه چیزی بگه که دو تا لایک هم بخوره، خب باریکلا چیکار کنیم. حالا تو کجایی من کجام؟ من دارم تو کارم رو ادامه میدم، من دارم کارم منظور موقعیت جغرافیایی یا تو کارم. تو کجایی من دارم کارم انجام میدم، دارم موزیکم امیدوارم اونا هم این کارو بکنن، متوجهی؟ ولی با اون منتالیتی بعید میدونم به جایی رسیده باشم. نمیدونم مثلا حتی اگه بهم بگی اسم دوتاشون رو بگو من نمیدونم، ولی درسته. میدونستم افرادی تک و توکی این ور اون ور سعی میگن که دو سه تا از همین دوستاشون هم که پیجای اینستاگرام و اینا داشتن شیر میکردن و مثلا فکر میکردن الان دیگه این چون این دگمه پست رو زده دیگه این الان سندیت دیگه تکذیب شده و همش تموم شده. نمیدونم واقعا به غیر از این چیز دیگه ندارم بگم. آره نه ببین ریاکشنت کاملا منطقیه. علت اصلی که میپرسم ازت اینه که میدونم وجود داشت. چرا؟ چون خب همون موقع من کسایی که از ایران میشناختم، خب من که هنوز اون موقع دیگه من اینجا بودم دیگه، ما کار خودمون رو با تراوکس ادامه داده بودیم، ولی میشنیدم مثلا از بچه‌هایی که توی خود تهران بند داشتن. حالا اون موقع ما با هم هنوز آشنا نبودیم، هرچند که خب باز تو یه سینا مثلا کار کرده بودیم. بچه‌ها مثلا پیغام میدادن میگفتن که آقا این مثلا چیه، حتما خودش کرده، چطور ما که مثلا بند داریم کسی به ما توجه نکرده. انگار خودشون میخواستن یکی بیاد مثلا اونا رو دستگیر بکنه. یه طرز فکر عجیبی. یعنی آفرین، یعنی طرز فکر که خود طرفدار داشته به ما نسبت میداده و اونم این که دو تا دلیل داره، یعنی دو تا موضوع این وسط هستش که خیلی خیلی جای صحبت داره ولی در حد همین کوتاه. یک، این که تو ببینی یه آدمی میدونه خبر دستگیری اینه که آقا به خاطر موزیک طرف موزیک رو بشنوه که توش ببینه که چه چیزهایی گفته شده، حتی ترنسلیت کنه یا دوستی داره بتونه ترنسلیت کنه. کارهایی که ما کردیم، حرفایی که زدیم، همه اتفاقاتی که اون موقع رقم خورده بود و نمیره استادی کنه، ریسرچ کنه که ببینه آقا مثلا این شخص که واسش اتفاق افتاده که 6 سال بهش زندان دادن برای چی بوده، میگن واسه این بوده. ببینید تو موزیکش اتفاقا خب من هم حرفا رو زده بودم، یعنی دلیلش تو خود موزیک مشخص بود. بعد شما تو ایران زندگی میکنی که حالا الان که هوشما اصلا این سه عجیب غریبی شده، ولی اون موقع یه دانشجوی شخصی که همون زمان یادمه یه شخصی پستی گذاشته بود راجبه پیامبر اسلام چیزی گفته بود که بعدها کسا اعدامش کردن. یعنی اونقدر عجیب نبودش که تو ببینی خب تو ایران همچه احکامی داده میشه، اینجوری نبودش که مثلا شما بگی اصلا آنها رو رافضه شنیده نشده همچی رفتاره. و مسئله دوم این که دقیقاً خیلی واسه من اون موقع جالب بود این بودش که وقتی یه آدمی داره به بزرگترین تراژدی زندگی تو حسادت میکنه باعث میشه تو فکر کنی آیا تو قدرت اینو داشتی اگه اتفاق واسه تو میافتاد اصلا بتونی زندگی کنی ادامه بدی. یعنی خیلی مسخره است. یعنی طرف داره میگه چرا اینا رو گرفتن چرا ما رو نگرفتن، یا تو هم دوست داری بری ببینی. درست خود میگی. مسخره است دیگه. آره. یعنی اصلا خنده داره. ولی آره. خب دیگه اتفاقی که افتاد دیگه.
نه نیکان خیلی خوب گفتی اتفاقا و دقیقاً به خاطر همین بود که میخواستم ازت بپرسم. حالا الان توی 1.5 سال گذشته کلن ما اصلا توی یک کلایمت دیگه هستیم به خاطر مسائل ایران، ولی میخواستم که به این موضوع اشاره بکنم. یه چیزی که یه سوال دیگه که ازت میپرسم برای اینکه این رو خاتمه بدیم، به عنوان کسی که توی نروژ بند خودش رو داره و موزیک ریلیس میکنه و جورج کولیاس قراره درام آلبوم جدیدتون رو بزنه که فکر کنم گفتی ضبط کرده الان و با بندهای مختلف تور گذاشتین، کنسرت های متفاوت، همونطور که بهت گفتم تو رومانی حتی ما یه جا اجرا داده بودیم. ما فکر میکنم با ترایبکس فقط یه هفته بعد شما رفتیم اونجا که جالب بود برام. آره ما مثلا همون اردیبهشت ما اینطورا رفتیم که فکر میکنم شما مثلا حدوداً 1-2 هفته قبلش فقط اونجا بودیم. آره فکر کنم میشه فروردین. آره درسته. اینه که خیلی جالبه، ولی به عنوان کسی که حالا خود منم این تجربه رو دارم، ولی میخوام از زبون خودت بشنوم که به عنوان کسی که این ور آب بوده، به قول خودمون کنسرت های مختلف داده، واقعا به عنوان یک بند اکتیو بوده دیگه، چه از مرچ بگیر چه از همه چیزهای مختلف، به عنوان یک هنرجویی که الان توی ایران میخواد متال کار بکنه چه نصیحتی میکنی؟ گوشاتو بگیر، سرتو بنداز پایین، فقط مسیرتو برو. اصلا اهمیت نداره هیچ کس اصلا چی میگه. نه ببین من زمانی که توی ایران بودم منتالیتی خودم آخه همین بود، یعنی همین رو دارم به شخص دیگه میگم، نمیگم ای کاش این کارو میکردم، من همین کارو کردم. میتینگ بود این ور اون ور، بعد مثلا بری حتما با این جماعت تو نزدیک بشی، دوست بشی که مثلا نه اصلا اینجوری نبود. ما تمام تمرکزمون کارمون بود، تمام فکر و ذکرمون این بودش که موزیکمون رو به اون شکلی که دوست داریم منتشر کنیم، به اون شکلی که دوست داریم بسازیمش، منتشرش کنیم و از عواقبش هم هیچ گونه ترسی نداشتیم. بله هیچ کس دوست نداره ببینه تو سن 21 سالگی پاش به زندان وا میشه، اما بهای کار تو باید حاضر باشی بدی و این بها بعضی وقتا میتونه خیلی بیرحمانه زیاد باشه، متوجهی؟ و به نظر من اگر یک شخصی الان تصمیم گرفته که تو ایران موزیک کار بکنه، از نظر مفهومی من ترجیح دادم در مورد سرپ بزنم که مینینگفول باشه و همون مثلا مشکلات ایجاد کرد و خیلی از اون افرادی که گفتن چرا اون اتفاقات واسه من افتاد، برو کار اونم بشون. اون در مورد چیز دیگه ای صحبت میکردم، من در مورد چیز رو زمین واقعی صحبت میکردم و میتونه این داستان باعث بشه که خیلی به هر حال فرصت ها شاید از دست بره واسه اون شخص، ولی گفتم شما باید آماده باشی که بتونی فدا بکنی یه سری چیزا رو، مثل هر کار دیگه ای برای اون خواستت بجنگی و اگر فکر میکنی اون کاری که میخوای بکنی موزیک خوشحالت میکنه و تو رو به اون چیزی که درون هستی نزدیکتر میکنه، به حرف هیچ کسی گوش نده، فقط مسیرتو برو جلو و در نهایت برنده ای، چون تو کاری که خواستی رو کردی. متوجه؟ یعنی این که این استراتژیای مثلا این تیپی و اینا نمیدونم، من شاید خیلی اولدسکولم، ولی به نظر من اگر کارت خوب باشه، اگر بتونی مخاطبتو جذب بکنی از بعد اینکه بدونن حرفی که داری میزنی برای اونا یک مفهوم خصوصی داره، شخصی داره، قطعا دنبالت میکنن و حتی اگر نه تو سوشال میدیا دنبالت کنن، نه هیچ وقت ببینن این حقیقت که اونا موزیک تو رو میشنون و لذت میبرن، مثلا همون 4-5 دقیقه کار تو میشنون، این به نظر من خودش بزرگترین دستاورد و بزرگترین موفقیت موزیکیه که خودت برای دل خودت بسازی و وقتی میشنویش بگی ایول همین بود، منظورم دقیقا همین بود. باید خودخواه باشی، یعنی هیچ حالت دیگه ای نداره من این کارو بکنم، من این کارو بسازم، من این حرفو بزنم که make me look good. اصلا نمیدونم، شاید واسه بعضی جواب بده ولی از من از مفهوم خالیه، یعنی از نظر معنایی اصلا اگه چیزی خالی از معنا باشه چیزای دیگه هم اهمیتی نداره. البته نیکان خیلی خیلی خوب گفتی و ممنون بابت وقتت و دمت گرم و توصیه میکنم که همه بچه ها بیان کانفس رو ساپورت بکنن. خوشحال میشم.